من سندی رسمی گرفتم که خونسا هستم، یعنی باطناً زن هستم. ببینید امضا و مهر دارد. در نهایت از پگاه معالجه هورمونی رو شروع میکنم. طبیبان 2 کشور سند دادند که من دو جنسه هستم. ماریا در تفلیس پایتخت گرجستان زندگی میکند. بر اساس قانون‌های کشورش تبعیض و آزار اقلیت‌های جنسی ممنوع است، ولی قانون هم مانع اذیت و آزار آنها نمی‌شود. این دختر باشد یا پسر؟ شخصا برای من تحمل آزار جسمانی آسان‌تر است. زخم بدن شفا می‌یابد، ولی با تأثیر آزار روانی هیچ کاری کردن نمی‌تواند، چون باقی می‌ماند. برخوردی که امروز دیدم هر وقت اینجا بیایم یادم می‌آید. این گونه آزار روانی شما را به خودکشی و خود بیزاری می‌رساند. سالهای گذشته چند زن خونسا در گرجستان را کشتند، از جمله دوستان ماریا را. ماریا میگوید در همه جا به تبعیض روبرو می شود، سر از بازار تا در جای اقامتش. من نمیدونستم که اگر صاحب خانه به من اجاره ندهد این عمل غیر قانونی می شود. من برای این 10 نفر رو می توانم به دادگاه کشم. هیچ کس به من اجاره نمیدهد. همین فهمیدن که من خونسا یا دو جنسه هستم در حال رد میکنند، ولی بهانه های دیگر می آورند. ماریا با تنفروشی روز می گذراند. آرزوهای دیگر دارد. میخواهم آرایشگاه خصوصی داشته باشم. بسیار میخواهم. ماریا نامی زیبای برای آرایشگاه می شود. برای من چه فایده دارد؟ از بدنامی که من تن فروش هستم خلاص می شوم. از بدنامی آن که زن خونسا هستم. مردم میبینند که من از عهده کار دیگر هم میبرایم. چرا نه؟ بعد این همه شما برای خوشبختی، برای رابطه، برای حل مشکلات مالی و جراحی دست و پا میزنید. این مرحله دوم است. بعد این همه مرحله سوم شروع می شود. عشق، خانواده، مرحله که ظاهرا دست نارس است. مشکلات زیاد او را در پیش است، ولی ماریا برای آرزوهایش سعی میکند. آرزوی زندگی آزاد و بدون ترس.